میگن گیمرهای حرفه‌ای معمولا آدمهای باهوشتری هستن و هر چی جلوتر رفتم فهمیدم این فقط یه حرف. دیاکو اولین بار اینو وقتی فهمید که وسط یه مچ 2-2 پشت سیستمش نشسته. اون لحظه‌ای بود که توی چند ثانیه تصمیم بگیره عقب نشینی بکنه، جلو بزنه یا فارم. مغزش داشت با سرعت نور اطلاعات رو پردازش می‌کرد. یا توی بازی‌های شوتری که بازی می‌کرد وقتی میفهمه ضربان قلبش بالا رفته، آدرنالینش پمپ میشه و ریاکشن تایمش نصف میشه. چیزا فقط تجربه‌های عجیب غریب نبود. مثلا یه مطالعه توی رویال سوسایتی اوپن ساینس نشون داده گیمرها توی تصمیم گیری سریع تا 25% سریعتر از بقیه. تحقیقات دیگه میگه بازی‌های ویدیویی حافظه بصری رو تقویت میکنن، حل مسئله رو بهتر میکنن و بچه‌هایی که بیشتر بازی میکنن به طور متوسط IQ بیشتری دارن. و حالا هر بار کسی به دیاکو میگه بازی فقط وقت تلف کردنه، لبخند میزنه چون میدونه پشت هر کی یه مغز هوشمندتر ساخته میشه. میگه گیمرهای حرفه‌ای معمولاً آدم‌های باهوشترین و دیاکو فقط یکی از اون نمونه هاشه.